مردی که همه ردش کردن. زک ما مردی از یک خانواده فقیر در چین بود. چندین بار برای ورود به دانشگاه امتحان داد ولی رد شد. وقتی بالاخره قبول شد و فارغ التحصیل شد دنبال کار گشت. 10 بار برای استخدام توی هتل، رستوران و حتی اداره پلیس درخواست داد. همه جا ردش کردن. حتی وقتی KFC به شهرش اومد از بین 24 نفر فقط 1 نفر رو استخدام نکردن و اون 1 نفر زک ما بود. اما اون تسلیم نشد، به اینترنت علاقه‌مند شد، حتی با اینکه چیزی از برنامه‌نویسی بلد نبود. یه روز تصمیم گرفت یه سایت بزنه برای خرید و فروش آنلاین. همه مسخرهش کردن و گفتن مردم چین اینترنتی خرید نمی‌کنن. ولی اون سایتش رو زد، اسمش رو گذاشت علی بابا. الان زک ما یکی از ثروتمندترین و تاثیرگذارترین آدمای دنیاست. نتیجه اگه همه درها به رود بسته شد، بدون که شاید قرار خودت در جدیدی بسازی. مهم اینه که باور داشته باشی و ادامه بدی، حتی وقتی هیچ کس بهت باور نداره.